بحث اتباع هراسیه. ببینین من یه گزارش مستند همین دیروز بعد از ظهر یه جلسه داشتم با یه سری از مسئولین امنیتی، اعلام کردم به من که حتی از بعد از شروع این جنگ حتی یک مورد جاسوس تو این جاسوسایی که بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع نبوده. یعنی از زمان از زمان شروع این 12 روزه تا الان که داریم با هم باز میگم حتی یک مورد. ببینید این که یه سری از اتباع به ویژه از برادران افغانی تو کشور ما غیر مجاز اومدن، من بس اینا باید برن غیر مجازا برن. ولی یه جوری نشه که اینا خیلیاشون مدافع حرم بودن. ما هزاران شهید و جانباز از اینا داریم، بعد بیایم خدای نکرده اینا که میتونن نقطه قوت ما باشن خدای که تبدیل بشن به اینکه آقا وقتی میگم جنگ تمدن یعنی چی؟ یعنی کشورهایی که با هم همجهت ما باید از ظرفیت اینا استفاده کنیم، اونایی که غیر مجازن تشریف برن. ولی اتباع هراسی اشتباهه. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد منان رئیسی، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران.